چند سالی میشه که خیلی از ما یاد گرفتیم تا به جای BMW بگیم BMW، اما هیچ وقت نخواستیم بدونیم که معنی این اسم چیه. چرا این شرکت اینقدر بزرگ و مشهور شده که تقریبا همه ما اون رو میشناسیم و تنها به اثر تلفظ اسمش اختلاف داریم. تو این ویدیو با تاریخچه و بعضی از خودروهای معروف اون آشنا میشیم. با ما تا آخر ویدیو همراه باشید. بایریش موتور ورک آگ که به فارسی صنایع موتوری بایرن میشه تا به همه دنیا اون رو با اسم مختصر BMW میشناسن. شرکت BMW تو سال 1917 در بحبوحه جنگ جهانی توسط فرد آلمانی به اسم فرانس یوزف پوپ تأسیس شد. این کمپانی 5 سال پشت سر هم به تولید موتورهای هواپیما مشغول بود. تو تاریخچه BMW اینطوری گفته میشه که این شرکت کار تولید خودرو و موتورسیکلت رو تو سال 1923 با تولید موتورسیکلت مدل R23 شروع کرد. BMW سال به سال پولدارتر شد و تو سال 1928 تونست کمپانی خودروسازی اتومبیل ورک تولید کننده خودروی دیسکی رو بخره. BMW بعد از این اتفاق و مستقل کردن نیروهاش تو این کارخونه تغییراتی رو روی این خودرو اعمال کرد و سرانجام اولین خودرو شرکت BMW تحت عنوان دیسکی 3 رو روانه بازار کرد. دیسکی 3 یا همون اولین خودروی BMW بعد از روانه شدن به بازار نظرات خیلی رو تو همه دنیا به خودش جلب. این اتومبیل یه موتور 4 سیلندر داشت که قدرتی بالا و 15 اسب بخار. موتور دیسکی 3 به وسیله آب خنک میشد و نهایت سرعتی که میتونست به اون برسه 75 کیلومتر بر ساعت بود. این خودرو انقدر خوش درخشید که کمپانی BMW طی 2 سال تونست 13000 دستگاه از این خودرو رو به سراسر دنیا بفروشه. این خودرو تو اون زمان به قیمت 2200 مارک به فروش میرسید. شرکت BMW که تو زمان جنگ به تولید موتور هواپیما مشغول بود، تو سال 1919 و با پایان جنگ جهانی اول باید کار تولید هواپیما را متوقف میکرد. اما با توجه به علاقه کارل فریدریش راب، مؤسس اصلی BMW به مهندسی هواپیما و نحوه عملکرد هواپیما، لوگوی شرکت خودش رو از روی شکل ملخ‌های در حال چرخش هواپیما الگوبرداری کرد و این طرح به عنوان اولین لوگو تو تاریخچه لوگوی BMW ثبت شد. استقبال‌ها از دیسکی 3 اونقدر خوب بود که مدیران BMW تصمیم گرفتن تغییرات نوین و بهبود بخش برای برخی از خصوصیات این ماشین ایجاد کنند و مجددا خودشون رو سر زبون‌ها بندازن. این تغییرات از تقویت سیستم ترمز و 4 چرخ ترمز تا تبدیل موتور 4 سیلندر به 6 سیلندر و اضافه کردن ورق‌های فولادی جهت استحکام بدنه بود و این اولین باری بود که BMW نه تنها در بحث فروش بلکه تو مسابقات اتومبیلرانی موفقیت کسب می‌کرد. دیسکی جدید استقبال کمتری نسبت به مدل پیشین خودش داشت، اما فروش 2300 عدد خودرو عددی بود که BMW دوباره تونست بودجه مالی عظیمی رو برای خودش تأمین کنه. سود فروش دیسکی و محبوبیت اون بین مردم به مذاق مدیران و مهندسان BMW خوش اومده بود. از این رو بود که اونها مدل‌های دیسکی 315 و دیسکی 319 رو روانه بازار کردند. حالا دیسکی تنها یک اتومبیل سواری با قدرت 15 اسب بخار نبود. دیسکی‌های جدید میتونستن تا 150 کیلومتر بر ساعت سرعت بگیرن و تو مسابقات اتومبیلرانی خوش بدرخشن. BMW سرانجام تونست عنوان لوکس‌ترین خودروی اروپا رو با تولید این مدل ماشینا کسب کنه. اما جالبه بدونید که تو اون زمان اجاره خودرو هم رواج داشت و بسیاری از افراد که توانایی خرید خودرو رو نداشتن اقدام به اجاره کردن این ماشینا می‌کردن. همه چیز داشت بر وفق مراد BMW پیش می‌رفت و این کمپانی روز به روز ثروتمند می‌شد تا اینکه جنگ جهانی دوم شروع شد. بلافاصله بعد از این اتفاق تولید اتومبیل تو این شرکت متوقف شد، اما شرکت دست از تلاش بر نداشت و مانند گذشته خودش مجددا کار تولید هواپیما و موتورسیکلت رو از سر گرفت. پس از تضعیف نازی‌ها تو جنگ جهانی، کارخونه اصلی BMW بمباران شد و این عامل خسارت سنگینی به این شرکت وارد کرد. سال 1945 و بعد از جنگ جهانی کمپانی BMW در پی تولید دوباره اتومبیل بود، اما با توجه به خسارت وارد شده به کارخونه و وضعیت اقتصادی ضعیف مردم آلمان، تولید دیسکی‌های قدیم که خودروهای لوکس محسوب می‌شدند کار عاقلانه‌ای نبود. بنابراین مدیران BMW با خرید حق تولید خودروی ایتالیایی به نام ایزواستا کار تولید را از سر گرفتند. ایزواستا که خودروی کوچک و جمع جور بود، هزینه تولید پایینی داشت و با توجه به قیمت پایین فروش از استقبال قابل توجهی از مردم مواجه می‌شد. BMW تو طول 7 سال تولید بی‌وقفه ایزواستا تونست قوای خودش رو مجددا مستحکم کنه و شروع به تولید خودروهای لوکس خودش کنه.
اگر از این ویدیو لذت بردید لطفا سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بیشتری از ما ببینید. BMW که دیگه همه دنیا رو گرفته بود و انواع مدل‌های دلخواه و خلاقانه رو تولید کرده بود، تو سال 2000 کمپانی رویز رویز رو با تمام اراضی اون خرید تا سبک جدید و متفاوت از خودروهای BMW رو به دنیا معرفی کنه. کمپانی BMW که در حال حاضر از بزرگترین و معروفترین برندهای تولید کننده اتومبیل تو جهان محسوب میشه، تو 14 کشور دنیا دارای کارخانه تولیدیه. اما کارخانه مرکزی اون تو شهر مونیخه. ساختمان مرکزی BMW دارای ظاهر جالبیه و طراحی اون از شکل موتور 4 سیلندر استفاده شده. کمپانی BMW از روزی که خودروی 23 رو تولید کرد تا امروز که نزدیک به 90 سال از اون زمان میگذره، تونسته 300 مدل ماشین رو تولید کنه که هر کدوم از این خودروها دارای تحولی تو ظاهر، ساختار و عملکرد خودش بوده. اما بین این 300 تا ماشین چندین خودرو از پرفروش‌ترین های BMW محسوب میشن. این خودروها تونستن به اکثر کشورهای دنیا راه پیدا. وقتی صحبت از پرفروش‌ترین های BMW میشه، همیشه اسم سری 3 به عنوان پرفروش‌ترین سری ماشین‌های BMW برده میشه. سری 3 اسم خودروهای کاربردی و کم حجم BMW که اولین اتومبیل این سری تو سال 1975 تولید شده. این سری هر ساله با نسل جدیدی از خودروهای خودش طرفداران BMW رو غافلگیر میکنه و تا به امروز 7 نسل از این سری رو روانه بازار کرد. کمپانی BMW با سرمایه‌گذاری عظیم خودش تو بحث خودروهای برقی و هیبریدی اقدام به تولید سری آی کرد که تونست موفقیت‌های خوبی کسب کنه. یکی از این مدل‌های موفق آی تیریه. آی تیری ظاهری جذاب و متفاوتی نسبت به مدل‌های قبلی BMW داشته و به همین دلیل نظرهای زیادی رو جلب کرده. آی تیری از باتری خیلی قدرتمندی استفاده میکنه. این باتری میتونه به شما امکان 312 کیلومتر رانندگی رو با یه بار شارژ بده. BMW 525 رو میشه محبوب ترین خودروی سری 5 BMW گفت. سری 5 پرفروش‌ترین سری BMW تو جهانه. اما گل سرسبد این سری مدل 528 BMW 528 یه سوپر لاکچریه که یکی از موفق‌ترین خودروهای گران قیمت ایران به حساب میاد. این خودروی لوکس با موتور 2000 سی سی توربوشارژ با توانایی تولید 245 اسب و خور مجهزه که بسیار کم مصرفه. BMW 528 تو داشتن امکانات و آپشن‌ها فوق‌العاده است و همین دلیل این خودرو رو رقیب جدی مرسدس بنز سری ای قرار داده. از امکانات این سدان لوکس میشه به سیستم تهویه جداگانه برای هر سرنشین، سیستم نشان دهنده باد لاستیک، سیستم تعویض تعلیق، نمایش اطلاعات خودرو روی شیشه جلو، آینه الکتروکرومیک و صندلی‌های مجهز به گرمکن و سردکن اشاره کرد. BMW X4 یکی از هنرهای کمپانی BMW تو طراحی یک خودرو رو نشون میده. این خودرو که کمی از دست قبلی خودش یعنی X سری کوچکتر شده، به عنوان یک کراس‌اوور لوکس و جذاب کشور شناخته میشه که میتونه تمام سلیقه‌ها رو به خودش جذب کنه. BMW X4 که به موتور 2000 سی سی مجهزه، با بهره‌مندی از سیستم توربوشارژ توانایی تولید 245 اسب بخار رو داره. X4 همچنین قابلیت حرکت با 2 دیفرانسیل همزمان رو داره، اما در عین ناباوری مصرف سوخت این خودرو تو حالت جاده‌ای تنها 6.2 لیتره. BMW تو امکانات این خودرو چیزی کم نذاشته. تایرهای رانفت، سیستم تهویه مدفوع دوگانه، گرمکن فرمون، آینه الکتروکرومیک، دوربین 360 درجه، سنسور باز شدن درب صندوق عقب، سقف پانوراما، مانیتور صندلی‌های عقب، صندلی‌های برقی با حافظه و مجهز به گرمکن و سردکن، سیستم صوتی تصویری با کیفیت بخشی از آپشن‌های این خودرو هستند. تو ویدیوی بعدی در مورد تاریخچه شرکت مرسدس بنز صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.